این سرنخ اول برای فهم تناقض ماست. به نظر آمدن شایسته اغلب مهمتر از واقعاً شایسته بودن است. ماکیاولی دیده بود که حاکمانی که بیش از حد هوش خود را نشان می‌دهند، معمولاً برای خودشان دردسر درست می‌کنند. چرا؟ چون هوش ویژگی‌هایی به همراه دارد که در بازی قدرت می‌تواند خطرناک باشد. تفکر پیچیده، ملاحظات اخلاقی و خودآگاهی. یک انسان واقعاً هوشمند در جایی که دیگران ساده انگاری می‌کنند، پیچیدگی را می‌بیند. وقتی دیگران وعده‌های مطلق می‌دهند، او محدودیت‌ها را می‌پذیرد. وقتی دیگران با اعتماد به نفس مطلق ظاهر می‌شوند، او خودش را زیر سوال می‌برد. در دنیایی که ادعای قاطع بر تفکر عمیق ارجحیت دارد، این ویژگی‌ها تبدیل به نقطه ضعف می‌شوند.